کنند. چرا؟ چون هیچ دولتی وجود نداره که از بیرون بتونه حمایتشون بکنه. ما دولت کردستان مستقل قدرتمند نداریم. یه گروهایی هستن، اقلیم هم ضعیفه، اقلیم رو الان تمامش کنن، اقلیم رو با 2 تا موشک میشه کنترلش کرد. اما مسئله بعدی اینه که این نقطه اینجایی که وجود داره، تو این نقطه اینجا، علاوه بر اینکه این رو میخوان راه ما رو قطع بکنن، میخوان ما در محاصره جهان ترک قرار بگیریم. یکی از جدی‌ترین خطراتی که وجود داره، اتفاقا اونجا حق تعیین سرنوشت اینا به کار میاد، محاصره ایران توسط این جهان ترکی که ترکیه سردمدارشه و الان اگر این خط تکمیل بشه منتظرن در ایران ناامنی هایی به وجود بیاد. همین گروه های کردی اونا اسلحه ور دارن، اینا به بهانه خونریزی ها در داخل ایران پیشروی کنن در داخل ایران و نواحی رو بگیرن. اینجا تونستن به خاطر بی‌عرضگی های جمهوری اسلامی تونستن برای خودشون کارتل های اقتصادی درست کنن. همین زنوزی و امثالهم در اینجا پیاده نظام پان ترکیسم هستن، تونستن اردوگاه خودشون رو تقریبا استوار بکنن و در یک وضعیت تهدیدی برای ایران هستن. خیلی هم عذر میخوام که دوستان رو سر پا نگه داشتم. منظورم اینه که این تهدیدها تهدیدایی که دوستان اشاره میکنن و جدیه.